در دوران ما و در زندگی روزمره بسیاری از مردم از سایت‌ها و برنامه‌های ارتباط جمعی به وسیله تلفن همراه استفاده می‌کنند و پیام‌های زیادی به مناسبت‌های مختلف از قبیل عید، عروسی و غیره برای یکدیگر ارسال می‌کنند. اما اگر یک پیام زشت یا یک تصویر یا ویدئویی مستهجن برای چند نفر ارسال کنی، مثلا 9 نفر، این پیام شما به افراد بیشتری ارسال خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر مسعود یک پیام را برای 9 نفر از دوستانش ارسال کند و از بین دوستانش محمد، حامد و محمود آن پیام مسعود را برای 3 نفر دیگر از دوستانشان ارسال کنند و هر کدام از این 3 نفر آن پیام را برای 3 نفر دیگر ارسال کنند، با تکرار این عمل تعداد پیام‌های ارسالی آن پیام خدا می‌داند به چه عددی می‌رسد. پس لازم است که بدانید ارسال کننده اصلی آن پیام شما بوده اید. اگر حاوی پیام خوبی بوده و بسیاری از مردم از آن استفاده نموده‌اند، خیر زیادی نصیب شما گشته است. اما اگر حاوی پیام بدی بوده و بسیاری از مردم آن را دریافت نموده‌اند، گناه و شر آن دامنگیر شما خواهد شد، چون ارسال کننده آن پیام شما بوده اید. پس خواهر و برادر عزیزم، مواظب باشید از برنامه‌های ارتباط جمعی و موبایلی که در دست شماست در معصیت خداوند استفاده نکنید. خدای عزوجل می‌فرماید: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کسانی که دوست دارند زشتی‌ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید.